ناظر داریم. گفتم روز اول مثال زدم براتون، با 32 سال سابقه با هم رفتیم رو پروژه گودبرداری. من دیدم سریع یه خودکار برداشت و یه کاغذ برای من بیار، کاغذ آورد خودش طراحی کرد. ناظر اصلا صلاحیت طراحی هم نداشت. آره این خرباتو اینجوری بزن 300 400 میلیون به نفت. به مالک هم کیف میکرد، ذوق میکرد. بعد که اومدیم تو ماشین گفتم تو دستخط به این دادی، امضا بهش دادی، این برگت و فردا 10 نفر اونجا مردن میگه مهندس فلانی گفت یعنی چی؟ گفتم تو اگه صلاحیت طراحی داشته باشی میتونی این کارو بکنی، تازه اگه خراب نشه. ولی تو الان صلاحیت نداشتی، اومدی دستخط دادی، سازه نگهبانی که طراح به طور اصولی براش طراحی کرده تو چی کارش داری؟ تازه تو الان باید گزارش بکنی که آقا این سازه نگهبان طبق نقشه ها نیست، شرط داری در جریان باش، فلانی در جریان باش، مالک داره مسئول، از رو خودت برش داری. تازه اومدی اون بنده خدا داره اینجوری ضرر میکنی.